به اولین ویدیو یوتیوب من خوش آمدید. من متینم و میتونید من دایناکو صدا کنید. امروز به همراه داداشم آقا ماهان گل. آقا سلام، من ماهانم. امروز به نقش آقای فیلمبردار رو بازی میکنم. امروز میخوام با داداشم برم و واسه اولین بار سوشی تست کنم. هیچ ایده ای بابتش ندارم، نمیدونم چه مزه است، واسه همین حس میکنم خیلی قرار خوش بگذره، چیز عجیبی باشه. آقا ما ساعت 5:30 اومدیم سوشی بخوریم، بعد سوشی فروشی بسته بود و این خیلی زده حال بزرگی. الان بعد بچرخیم تو خیابونا تا ببینیم که کی قرار باز کنه و منطقیه. آخه هیچ آدم سالمی ساعت 5:30 هست نمیاد سوشی بخوره. آقا زنگ زدیم به سوشی فروشیه. او مای گاد. زنگ زد، پیام دادم استوری شو دیدم. گفت که ساعت 6 باز میشه. اما داریم میریم سمت سوشی فروشی. او مای گاد. یعنی الان 3 دور داریم دور خودمون میچرخیم. 3 دور داریم دور خودمون میچرخیم تا ساعت 6 بشه. بالاخره رسیدیم و باز بود و آقا کاغو بگیر ماکی نیگری خداگاه تو واسم باز کرد. نیگری چیه؟ ایگو سرمن نمیدونم گونکان نیگری فکر کنم اصلا یک کشور دیگه باشه. حکم زندان داره چیه؟ دیگه ما تصمیم گرفتیم کریسپی رول بگیریم. ببینیم چی کخته. این بخشی از غذای کریس رونالدو. آره احتمالش هست. تو خونه شخصیش سرو میشه. جورجینا درستش کردن. ولی فکر نکنم تا 6 عصر بخورم. آقا این چاپستیک سارو آوردن. چاپستیک اینو نمیدونم چجوری واسه اولین بار بخوام بگیرم. این فکر کنم همچین شکل حاجی اصلا اون که داری برمیداری چیه؟ نمیدونم. کاغو بگیر. بسته فقط گفتم کاغو بگیر، نه گفتم فیلم برداری عروسی. این با چاپستیک بخوریم یا با چنگال؟ با چنگال بخور، چوسی نشد. نه من فقط با چاپستیک. بخور. میدونی خب متین 3 سال کلاس چاپستیک 1 billion zillion jillion dillion cotillion times later. بذار با همین چنگال. آره با همین چنگال استفاده کنیم. این سوشی مشکل از سوشی هاشه. آره داشت نصفش کنیم همه که داخل. یه چراغ شدم. به از لوزه کباب. بیا بالا دیگه. ده بخوریش. مزه جالبی. از 10. بذار هنوز بخورم. از 10. 7.5. مزه تعدیق میده. داشتین تو اون بخش برشتاشو خوردی. احتمالش هست. برو این تو وسطش رو بخورم. برو علی پرمی هستنش فقط چاپستیک بلد نیستی آقا مجید. یه صورت رو ساده گرم یه مدلی نه داری از نونش میخوری. از وسطش هم بخور. خوشمزه است.
که بعد نیستی باشه باید سیب بخوری ببین دفعه زرخ کنم زرخ کن زرخ کن دیگه زرخ بیشتر زرخ بیشتر بخور از وسطش رو بخوری چقدر تیزه ولی نه سسشه وسطش رو فقط بخور باشه داداش من خوشمزه و دردم توش این آف نه چرا اینطوری میخوری؟ هستی؟ نه چرا؟ من از میگو بدم میبریم این واقعا خوشمزه است بعدش نیست خواهم اگه زخ کن روزا زخ بیشتر زخ کن آقا شما داری سوشی میخوری بیشتر زخ کن ببین هر کسی که میاد اینجا سوشی بخوره خب خیلی با کلاس میاد سوشیشو میخوره و میره ما علاوه بر اینکه پولمون رو دادیم آبرو شرفمون هم باشه ما شرمت میداد داریم 20 ثانیه‌مون بازتون میتونه یا نه به طور خیلی شانسی من اینو با این چاپستیکس ها من فقط با چاپستیکس میکنم نمیشه آقا متین حرفه‌ایه من اصلا صبح فقط چاپستیکس و سوشی اصلا واکیسی بزن امتحان برو دلشیزه علی خفه شو این اینا نش متین از اینا هم بخور نه بخور نمیدونم که اشکال نداره فکر از اینا بخوریم یاری بیاد بگه داشت نه برای خودن نبودم باید دستون دهید ماهان از 10 چند میدیم اگه اون میگو با اون چیز داخلش رو برداریم فقط دوره خیمونه 8 دوره شده تعلیق برنج آره ولی با اون 6 آره انجامی برای زیاد چیز گادی نبود من نه 7.5 میام 7.8 خوبه 8 تا 8 واقعا خوب بود اینطوری که فکر می‌کردم فکر می‌کردم مثلا سوشی همیشه باید خام باشه مثلا همین تستش نمی‌کردم ولی همین 2 روز پیش فهمیدم که پختش هم هست واسه همین گفتم من تستش کنم خب آقا متینی که شما هر روز صبح سوشی بخوری هفته بعد جمعه صبح میارم اینجا سوشی خام بتینم بخوریم دو شیشه هست باز صبح اشکال نداره از صبح میام میشتم دمش سوشی خام با بخوری نه با سوشی خام بخوری نه آقا اشتباه کردم آفرین آقا متین اگه دلی خوب نیست خب زشت بذاریمش اینجا بریم نشته بود بخشم پک کن میخوام برم با رفیقام بخورم بیرون بزنش برم